خفه نشی. مده معاینه خانه می از امریکا افغانای ما میگم اونجا چی آید داره؟ میگه 2 رشته طب کامپیوتر ساینس. میگم شما کار میکنه؟ میگه نه ایندیا. این دو چیز میگه پیش ایندیاست. برای دکتر ایندی 20 تا مریض شده اونجا ثبت نام میکنه در امریکا، تیکت شروان میکنه، در طیاره خوب با قدر عزت میره، 20 عملیات خود میکنه، $2 خود در جیب خود میزنه، پس در وطن خود میشینه. هم با عزت بود، هم $2 به وطن خود آورد. میگم تو چی میکنی؟ میگم ما پیزا میبریم. این بچین یک سوالی است که باید از خود کنیم، چرا افغان پیزا میبره؟ چون خوب درس نمیخونیم. خوب درس نمیخونیم. ما فقط یک سند کار داریم. با خدا دنبال علم نیستیم. صبح این پانتونا اعلان کنه بیا در هتل کس میاد نمیاد، ما سندش خانش 5 سال بعد روان میکنیم. با خدا 90% محصل نمیاد. دنبال علم نیستیم.